من یکی از دغدغه‌هام تو سفر کابل شارژام و آداپتورام و پاور بانک و اینجور چیزاست. اینا رو بریز دور. با این گجت کوچولو همه این دغدغه‌ها برطرف. اول از همه این که پاور بانک و 10,000 میلی آمپر ظرفیت داره. بعدش این که آداپتوره و با تبدیلایی که داخل جعبه محصول گذاشته به هر پریز برقی متصل میشه. خروجی تایپ C و USB داره که هر دو فست شارژه و یه صفحه نمایش که میزان شارژ باقی مونده پاور بانک کنه. هنوز تموم نشده. این قسمت 2 تا کابل داره، یه دونه لایتنینگ، یه دونه تایپ C که علاوه بر اون خروجیایی که شما میتونید ازش شارژ بگیرید، با اینا میتونید 2 تا دستگاه دیگر هم شارژ کنید. پاور بانکش هم تو حالت برق شارژ میشه، هم از طریق ورودی تایپ. یه چیزی هم اینجا طراحی کرده که شما میتونید به عنوان هولدر گوشی ازش استفاده بکنید. حالا علاوه بر همین اینها مکسیف هم هست برای گوشیایی که قابلیت مکسیف یا شارژ